چه خوش اومدید به اولین ویدیوی من توی کانال خودتون، یعنی کد ولف. بچه‌ها اومدم یاد بدم که چجوری 3 تا از دسته گانا رو توی کال آف دیوتی موبایل گلدشون کنیم. بچه‌ها اولی واسه رایفلا، دسته رایفلا. بچه‌ها توی دسته رایفلا شما اول باید حدود 600 تا کیل بگیرید. مرحله بعدیش باید هیپ فایر بزنید 50 نفر. و سومیش شما باید از فاصله دور 80 تا انمی بزنید. برای بعدیش هم باید 5 تا اتچمنت رو بچینید برای گانتون. بعدش 125 تا کیل بزنید. بعدی باید 100 تا کیل هدشات بگیرید. و آخریش باید بدون هیچ اتچمنتی 80 تا کیل بگیرید. بچه مثلا بخواین کارتون آسون تر کنید، واسه هدشات بیاید مثلا یه فول اتچمنت بشینید، هیپ فایر بزنید، اگه تونستید هدشاتش هم کنید که ستا رو سریعتر با هم انجام بدید. حالا واسه دسته بعدی گانا اسنایپ، برای اسنایپ ها باید اول از همه 350 تا کیل بگیرید. بعدش 45 تا کیل بچه بشینید، بعد را برید بزنید. بعدیش 120 نفر رو از فاصله خیلی دور بزنید. بعدیش باید فول اتچمنت 125 رو بزنید و 50 تا هم هدشات. بعدیش هم بدون هیچ اتچمنتی 60 تا کیل بگیرید. کار اونقدر سختی نیست گلدشون کنید. و توی دسته LMG ها شما باید اول از همه حدود 400 تا کیل بگیرید، 45 تا هیپ فایر و 45 تا از فاصله دور. بعدیش 125 تا کیل فول اتچمنت باید کنید گانتونو. بعدیش 50 تا هدشات و 60 تا کیل بدون اتچمنت. بچه این واسه همه گانایی که تو LMG و اسنایپ و رایفل هستن، مثلا هیچ فرقی با هم ندارن. نگاه کنید اینجا هم همونه، اینجا هم 400 تا میخواد، 45 تا هیپ فایر میخواد، همشون همینه، واسه هر دسته همونه کلا. توی SMG ها هم بچه باید توی SMG ها شما حدود 400 تا کیل دوباره بگیرید، 75 تا هیپ فایر، بعدش 45 نفر از فاصله دور. بعدیش میشه 200 تا کیل فول اتچمنت. و آخری هم میشه یه دونه مونده به آخری هم میشه 80 تا کیل هدشات. آخریش میشه 60 تا کیل بدون اتچ. حالا توی دسته شاتگانا باید شما حدود 300 تا کیل بگیرید. بعدیش اون یکی بچه نگاه کنم بهتون بگم دقیق‌تر. اینجا بهتر. بعد 300 تا کیل بگیرید، 50 تا هیپ فایر، 30 تا بچه 30 بار شما باید 2 تا کیل بگیرید. بعد خودتون رو بکشید، بذار یکی بکشتتون. 2 تا کیل گرفتی بذار یکی بکشتتون، دوباره برید 2 تا کیل بگیرید راحت تر. 200 تا کیل فول اتچمنت و 40 تا هدشات. آخریش هم میشه بدون اتچمنت 80 تا کیل بگیرید. توی آخریش هم که میشه همون مشکان اگه اشتباه نکنم، شما باید حدود 350 تا کیل بگیرید، 45 تا نشسته را بید. این اسنایپه اگه اشتباه نکنم، آره این اسنایپه. این هم باید 120 نفر از فاصله دور، این هم فول اتچمنت 125 نفر بزنید. بعد 50 تا هدشات و 60 تا کیل بدون اتچمنت. آره همون اسنایپه، این اسنایپ حساب میشه بچه.
ممنون که ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. لایک، ساب و کامنت یادتون نره.